فینال جام جهانی فوتبال. وقتی به جام جهانی فکر میکنین احتمالاً لحظاتی مثل این تو ذهنتون نقش میبنده، لحظاتی که تیتر اول خبرها میشن و دقیقاً هم باید همینطور باشه. اما پشت هر لحظه به یاد موندنی تو جام جهانی فناوری عظیمی وجود داره که باعث میشه همه چیز به خوبی پیش بره. این جام جهانی از نظر فناوری پیشرفته ترین جام جهانی فیفا است. این ناچو فرسکو مدیر فناوری فیفا است و این هم یوهانس هولزمولر مدیر نوآوری فیفا. اونها به برگزاری بزرگترین رویداد ورزشی روی زمین برای میلیاردها هوادار کمک میکنن، چون پشت گلها، جمعیت و هرج و مرج یک لایه کامل از فناوری وجود داره که همه چیز رو روون و دقیق نگه میداره. از کمک به هواداران برای پیدا کردن صندلیاشون گرفته تا ارائه ابزارهای جدید برای آماده سازی تیم‌ها، همه اینها با کمک هوش مصنوعی لنوو انجام میشه. از داخل دفاتر لنوو، جایی که تیمی برای جام جهانی آماده میشه. قبل از شروع مسابقات، بازیکن‌ها وارد حلقه‌ای از دوربین‌ها میشن. تنها در حدود 6 ثانیه این سیستم هزاران اندازه‌گیری رو ثبت کرده و یک نسخه دیجیتالی سه‌بعدی از هر بازیکن ایجاد میکنه.